آمدن به ابوطالب گفتن که ای ابوطالب بگذار محمد عبادت کند، بگذار محمد طواف کند، بگذار قرآن خواند، بگذار دیگر کارهای مراسم‌های دینی خودش ادا کند، لیکن به دیگران کاردار نشود، دیگران رو به دین خدای دعوت نکنند. یعنی به اصطلاح گوییم که میخواستن که دین رو فقط در مسجد محصور کنند. یعنی دین فقط در داخل مسجد است، از مسجد که یک قدم برآمد دیگر دین به فعالیت دخالت نداره. یعنی میتونم گفت که دین رو از دنیا جدا کردن. حالا اینکه این دین آمده است اینکه دنیا رو ما به ترتیب داره، دنیا رو ما به یک چارچوبه معین درآورد. یعنی که همه جنبه‌های حیات انسان رو دین در بر گرفته است. چه خیلی میشه که مسلمان فقط در مسجد مسلمان باشه و از مسجد بیرون دیگر دین خودش در مسجد گذاشته رود. یعنی طلب اونها همین بود. مغز طلبی هم 25 نفری که آمدن، ابو جهل و ابو سفیان و دیگر بزرگای مکه، همین بود که محمد دعوتش کند. ببینید چه خیلی کفر و قفا رفتن. او در گفته شنوده اول گفتن که دو دعوت بس کن، دیگر این کارا نکن تو، اما این گفتن که مایلش دعوت کن. یعنی یک قدم قفا زدن. مالی دین خود دعوت کردن که تو آشکار، لیکن دیگرای به دین خود دعوت نکن.